در هفته‌های قبلی ما و شما درس ما در موضوع توحید در ذبح بود که یک انسان مسلمان، یک انسانی که عقیده اسلامی داره، یک موحد است، یک یکتاپرست است، در ذبح کردن ذبح حیوانات یا پرنده ها چه قسم عقیده خود حفظ بکنه و از نگاه عقیده اسلامی آیا مثلا یک مسلمان در ذبح هم مربوط به عقیده میشه و چه احکام داره. در هفته قبلی ما ذبح را در لغت هم گفتیم که به معنای شق کردن است و در اصطلاح گفتیم که دو تعریف است برای ذبح، یکی تعریف علمای عقیده هست و یکی تعریف علمای فقه هست. علمای فقه را من گفتم که چون استادای محترمی که موضوعات فقهی را درس میده میشه اونا براتون را تشریح بکنن که علمای فقه میگن که او امو قطع کردن حلقوم و مری حیوان است که با کارت قطع میشه و الله اکبر گفته میشه دیگه، او مربوط به فقه میشه. لکن از نگاه عقیده گفتیم که علما چون موضوع ذبح تنها موضوع فقهی نیست، موضوع اعتقادی هست، علمای عقیده ای هم تعریف کردن و گفتن که ازحاق الروح به اراقت دم علی وجه الخصوص تقربا الی الله سبحانه و تعالی، یعنی در عقیده توحید ذبح کردن یک حیوان یا از بین بردن روحی از او هست با جاری ساختن خون از او به شکل مخصوصی که در اسلام است و ای به خاطر تقرب الی الله گفتن. قید تقرب الی الله به خاطر از این است که خود ذبح کردن حیوان یک عبادت است و دلیلش هم گفتیم، مختصر شمیم که دوستایی که تشریف نداشتن دلیلی که چرا امی ذبح عبادت است گفتیم که آیت قرآن عظیم الشان است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر. فصل پس نماز بخوان، امر شد به نماز خواندن، پس امر چی شد اینجا؟ عبادت است. لربک خاص برای پروردگارت، وانحر و ای عطف است بالای از او، یعنی وانحر لربک یعنی برای کی نحر بکو یا ذبح بکو؟ خاص به نام پروردگارت. از این خاطر علما و مفتیای اسلام کلشان فتوا دادن که ذبح چی است؟ این ذبح یک عبادت است. و حدیث شریفی را هم خواندیم که در مورد حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بود که یک کس پیش از او آمد و برش گفت که رسول الله صلی الله علیه و آله کدام سخنهای سری را بر تو میگفتن و در این حدیث شریف میگه که فغضب، حضرت علی صاحب میگه علی رضی الله تعالی عنه غضبناک شدن و قال و گفتن که ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یسر الی شیئا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و چیزی را سری یا مخفی بر من نمیگفتن، یکتمه الناس که او را از مردم بپوشاند، غیر انه قد حدثنی، غیر ای که رسول الله صلی الله علیه و یک حدیث را بر ما بیان کردن به کلمات اربع که دو 4 کلمه بود بسیار مهم است از نگاه اعتقادی. قال میگه ایراوی میگه فقال، پس شخص گفت که ما هن یا امیرالمومنین، گفتی 4 کلمه که رسول الله صلی الله علیه و بر تو درس داده و چی هست؟ میگه گفت علی رضی الله عنه که قال رسول الله صلی الله علیه و گفت که رسول الله صلی الله علیه و گفته که لعن الله من لعن والده، لعنت الله هست بالای کسی که او پدر خود چی کنه؟ لعنت بکنه یا والدین خود. یعنی لعنت والدین چه قسم میشه که یک کسی که امرای کسی مذاق میکنه، کسی مثلا یک کسی را دشنام میته و او دوباره برای چی میکنه؟ دشنام میته ایره. پس اول لعنت الله سر کسی نازل میشه که ای پدر خود یا والدین خود لعنت میکنه. و همچنان کلمه دومه که حضرت علی سمیه که رسول الله صلی الله علیه و آله درس داد و چی است؟ ولعن الله، و لعنت نموده است الله من کسی را که ذبح لغیر الله، که ذبح بکنه به غیر الله، یعنی نام غیر الله را بگیره، چی به نام پیغمبر باشه چی به غیر الله کل شامل میشه. یک الله هست، غیر الله ملائکه، جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، دیگه مثلا پیغمبرا، اولیاء الله، زنده، مرده، کلی از اینا چی هستن؟ غیر الله هستن. پس در این حدیثی هم شامل میشه که لعنت الله هست سر کسی که ذبح میکنه به نام غیر الله. و سومش گفت ولعن الله من آوى محدثا، این حدیث صحیح مسلم است. و لعنت الله هست
بالای کسی که آوا محدثن که جای میته بر یک انسان بدعتکار، میفهمه که این انسان یک چیز اختراع نو کرده و این ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه و به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی نمیکنه، بلکه مردم به بدعت ها دعوت میکنه. پس اگر کسی ایره جای میته در خانه خود یا در مسجد خود یا در منطقه خود، بر از این جای میته، لعنت الله سر از این انسان وارد میشه، چرا که این با اون مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم رضایت داره که ایره جای میته. و چهارمی نقطه که حضرت علی صاحب گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ولعن الله ولعنت نموده است الله من غیر منار الارض، کسی که امون نشانه های زمین تغییر میده. مثلا دو نفر زمین هایشان پالو در پالو هسته، باز این میخیزه امون پلوان تغییر میده و قسمتی از زمین از او داخل زمین خود میکنه. خب اینال در فتاوای شبکه اسلامی اینجا فتوا چی شده؟ گفته که فالصلاة عباده و دعا عباده و الحلف عباده. اینجا عبادات تشریح میکنه که مردم نماز عبادت است، انجام دادن عبادت به غیر الله و به نام غیر الله شرک است. و دعا و عباده، دعا عبادت است، بلند کردن دست در مقابل مخلوق این شرک است. چرا؟ شریک کردن مخلوق است در عبادت خالق. اگر در کدام قبرستان هستی یا پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی و دعا میکنی، روی تا طرف قبله دور بتی، روی تا طرف قبر دور نتی، چرا که دعا چی هسته؟ عبادت است. والحلف عباده، قسم خوردن عبادت است. اینال چون قسم عبادت است، اگر کسی به غیر الله قسم میخوره، این غیر الله را در عبادت الله شریک کرده. مثلا در افغانستان رواج است به سرت قسم، در شرک داخل میشن. به بچه خود قسم میخوره، به زمین قسم میخوره، به این قسم میخوره. اینال قسم فقط به نام الله هست. از این خاطر این هم عبادت است. انسان متوجه باشه چیزی را که علمای اسلام عبادت میگن لازم است که مخصوص الله باشه. ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. خب والحلف عباده و قسم عبادت است. و الذبح عباده، این در فتاوای شبکه اسلامی این سعی که مفتی های اسلامی که ذبح هم چی است؟ عبادت است. و السجود و الرکوع و الخوف و الرجاء، همچنان میگه سجده، رکوع، خوف، رجای کل چی هستن؟ عبادت است. اینال اگر یک نفر، یکی خوف طبیعی است، ما شما در سای سابقه خواندیم که انسان است مثلا از شیر میترسه، از پلنگ میترسه، این خود درنده هست. اما یکی که مثلا یک نفر از کفتر شاید شمشیره میترسه، وش کوی کفتر مزار نکشی که میکشیته. پس ایچی است؟ پس تو عبادت به کی انتقال داد؟ به کفتر. کفتر العیاذ بالله چیز کرد. در یک مسجد ما رفتیم یک وقتی در یک منطقه در لوگر مایا زیاد بود، گفتیم از این مایا خوب مایا است، یک دو دانه برای ما میمان هستیم پخته کنین. گفتن که نه صاحب این مایا که است اگر بخورین شما را میکشه، این تباه میکنه تان خانه تان. یک ترس بسیار خطرناک از مایای از اونجا هیچ کس دست نمیزد. پس چی است؟ پس اینال خوف چی است؟ عبادت است. و الرجاء و امید که است، امید که انسان مثلا می داشته باشه. یکی خب امیدهای عادی هست که انسان به یک کس امیدوار می باشه، لکن امید اصلی که مثلا تقدیر مرا تغییر میده، امید به ای که مثلا سرنوشت مرا تغییر میده، ای که مرا به جنت میبره، این مخصوص الله هست. و این هم گفتن که با کل ذالک، این مفتی صاحبا چی میگن؟ میگه کل ذالک من العبادات التي، میگه تمام از اینا از جمله عبادات است که یتقرب بها المسلم الى الله تعالی، که انسان مسلمان با انجام دادن از اینا خدا به الله نزدیک میکنه. و باز در ختم فتوا چی میگه؟ و کل من صرف شیئا من تلکم العبادات التي لا يستحقها الا ربنا جل وعلا لغیر الله فقط کفر او اشرک. و میگه کل من صرف، هر کسی که یکی از عبادت ها را تغییر بدن، من تلکم العبادات التي لا يستحقها الا ربنا جل وعلا، از عبادات یکیش هم اگر کسی به یک مخلوقی که مستحق از او عبادت بغیر از الله کسی دیگر نیست، ایره به غیر الله میکنه، چی به نام ملائکه میکنه، چی به نام پیغمبر میکنه، چی به نام ولی میکنه، چی به نام شهید میکنه، چی به نام درخت میکنه، چی به نام هر چی میکنه، چی هست؟ میگه فقط کفر او اشرک، میگه این انسان مطلقاً کافر میشه و یا حد اقل ای در شرک مبتلا میشه.
فتاوای شبکه اسلامی جلد 17 صفحه 244. به این شکل خب انال خود ذبیحه از نگاه اعتقادی در کدام حالات حرام میشه که خوردن گوشت از اون ناروا هست؟ اول گرفتن نام مخلوق بالایان در 3 حالتی حرام است. اول گرفتن نام مخلوق بالای از او، دوم شریک کردن نام مخلوق با نام خالق و سوم به خاطر تقرب به غیر الله با وجود گرفتن نام الله. این تشریح میکنم براتون. مثلا اولا گرفتن نام مخلوق بالای آن چه قسم است؟ آیت قرآن میگه قل انما حرم علیکم المیتة، الله حرام کرده بالای شما خود مرده را و دم و خون را و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر را، گوشت خوک، و ما اهل لغیر الله به و هر حیوانی که در وقت ذبح از او نام غیر الله را بگیره. یک کسی به نام بت میکشه، یک کسی به نام زیارت میکشه، یک کسی به نام پیغمبر میکشه، یک کسی به نام فلان شخص میکشه. اینمی که در وادی ذبح هزین نام غیر الله را گرفت، ولو ای غیر الله ملائکه باشه یا پیغمبر باشه یا هر شخص خوب باشه یا هر چیز باشه، این ایده داخل میشه. پس اینی حرام میشه در این حالت. دوم قسمی که همین ذبیحه حرام میشه و گوشتش خوردنش ناروا هست، این چی هست؟ شریک کردن نام مخلوق با نام خالق. یعنی یک کس هم نام خالق میگیره و هم چی میکنه؟ نام مخلوق میگه. مثلا میگه که به نام الله و به نام سخی جان. اینه پس در اینجا چی شد؟ هم نام الله را گرفت و هم چی کرد؟ نام یک مخلوق را گرفت. اینال عطف کرد به نام فلان و فلان، به نام الله و به نام پیغمبر، به نام الله و محمد صلی الله علیه و سلم. در این صورت هم اینمی ذبیحه حرام میشن. خب از این خاطر در کتاب‌های فقه احناف بسیار و صراحتاً این بیان کردن و میگن که و حرم المذبوح، میگه ذبیحه حرام میشه ان عطف علی اسم الله غیره. اگر این عطف کرد، عطف چی کرد که و در بینش آورد به نام الله و محمد. متوجه شدین؟ عطف کرد به نام الله و ابوبکر و به نام الله و شاهد شمشیره. این پس در این صورت میگه این هم حرام میشه. خب سوم حالتی که همین ذبیحه حرام میشه تقرب به غیر الله با وجود گرفتن نام الله. یک نفر یک حیوان به نام یک شخص ذبح میکنه، لکن در وادی ذبح نام الله را میگیره. والا ما اینمی گوسفند از زیر پای آجی صاحب ذبح میکنه. اینمی گوسفند ما بردیم برای زیارت شپول بابا. صحیح شد نه؟ اینا رو برای گوسفند برد برای کی؟ به زیارت شپول بابا، لکن در وقت ذبح کردنش چی گفت؟ الله اکبر گفت. در این قسمت علما میگن این هم حرام است. کتاب مشهور فقهای احناف است. متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان میگن ما حنفی هستیم، لکن کتاب‌های مصادر فقه احناف مطالعه نمیکنن. چرا؟ اگر ما در عقیده علمای احناف کتاب‌های اصلیشان، مثلا کتاب ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه که عالم بزرگ احناف است، این در عقیده که به نام شرح عقیده طحاویه هست، اگر این ما و شما بخوانیم کل مشکلات ما حل میشه، حتی مشکل جهان اسلام حل میشه. چرا؟ شرح عقیده طحاویه در کل دنیا، ما که در هر کشور اسلامی رفتیم، اهل سنت هیچ کسی رد نمیکنه. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سلفی، کل گیره که شما برین امیر میخورن. در خود عربستان سعودی که برین شما این امیال در بین مدارسش، اونا وقتی که بگوی اینی گپ در شرح عقیده طحاویه است، دو دسته بر سلام میکنن، تسلیم میشن. هیچ کس با این مخالفت نمیکنه. و این کتاب است از کتاب از عالم است از علمای بزرگ احناف. همچنین مثلا کتاب خود امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه که فقه اکبر است و شرح فقه اکبر که است که ملا علی قاری حنفی هست. اینا لیا که است، اینا وقتی که حنفی میگن منظور در حنفی بودن در فروعات فقهی هست، اما اهل سنت مالکی و شافی و حنبلی و حنفی و سلفی و یا در عقیده اختلاف ندارن. در عقیده کلگی عقیدهش قرآن و سنت است.
متوجه هستین؟ اهل سنت چرا میگن که اهل سنت در مقابل چی است؟ اهل بدعت. اونجا اهل بدعت بود کسایی که از خود نوآوری کردن، از فلسفه عقیده خدا گرفتن، از منطق عقیده خدا گرفتن، از علمای کلام گرفتن. اما فقهای اهل سنت رحمهم الله جمیعا، چی علمای بزرگوار احناف هستند، چی علمای بزرگوار شافعی هستند، چی علمای بزرگوار سلفی هستند، چی علمای یا کلشان، وقتی که کلشان مطالعه بکنی کلشان یک عقیده دارن که عقیده قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اینو در کتابای خود مفصلا گفته. مثلا همین که یک نفر یک حیوان میبرد تقرب به غیر الله میکنه، لکن در وادی ذبح کردنش نام الله را میگیره. خب این شما بگین که خیلی استاد تو از کجا پیدا کردی؟ میگه مثلا در کتاب مشهور احناف که الدر المختار میگن، مشهورترین و قویترین کتاب در نزد احناف است. کسی که فقه حنفی را خوانده باشه به این بسیار احترام میکنه و این کتاب قبول داره. او در کتاب خود چی میگن؟ میگن لو ذبح لقدوم الامیر و نحوه من العظما، میگه اگر یک نفر به خاطر آمدن یک امیر چی میگن؟ یک قماندان، یک رهبر، یک والی، یک ولسوال، یک حاجی صاحب فلانی خان، یک وکیل صاحب پارلمان، یک وکیل شورا، یک خان منطقه، کل از دمی شامل میشه. لو ذبح لقدوم الامیر و نحوه من العظما، از بزرگان چیگن؟ تعظیما له، به خاطر تعظیم بر از او. والله خان صاحب آمده زیر پایش برش یک گوسفند حلال بکنیم. این میره صاحب در المختار چی میگه؟ میگه حرمت ذبیحته، میگه همین ذبیحه ازی چی شد؟ حرام شد. ولو افرد اسم الله تعالی بالذکر، ولو که میگن نام الله را در وادی ذبح کردنش گرفته باشه. این متن کتاب الدر المختار است. متوجه هستین؟ اگر میگه چون در نیتش ای به خاطر ای شخص بود، ولو که در وقت ذبح کردنش نام الله هم گرفت، میگه اینمی ذبیحه ازی چی میشه؟ حرام میشه. لانه احل بها لغیر الله. ای عالم بزرگوار احناف میگه که به خاطر که اینمی کار ازی تحت اونمو آیت قرآن میگه که چی است؟ و ما احل لغیر الله. فهمیدین یعنی؟ پس این از کتاب البحر الرائق. ما بسیاری وقتا در بسیاری مجلس هایی که میشینم متاسفانه برادرای محترم، دشمنای اسلام بسیار مسلمان ها را ما مشکل اساسی ما از دشمنای مکار و دسیسه ساز هستن و دوستای ساده لو هست. این دشمنای مکار این چیزها را میپرده که نه والا برادر بین مذاهب اختلافات است. حالا چی است؟ در بین مذاهب اختلاف نیست برادر عزیز، در بعض فروعات فقهی هست. مثلا وامسحوا برؤوسکم کلگی قبول داره، هیچ کسی نیست که بگه آیت قرآن صراحتا. آن گفتن امی اندازه مسح چقدر است. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت به اندازه یک امی پیشانی که اگر مسح کردی سیسته. امام صاحب دیگه شافعی صاحب خیست گفت که مثلا اگر امی قدس دکه دادی المسح الاصابه، این دکه دادی مسح شد، فرض ادا شد، اما کلش که میکنی سنت است. امام صاحب مالک گفت که نه، این بروز که است باید کل سرت مسح بکنی، یعنی باید مکمل شد. پس اختلاف کلشان دی عقیده باور هستن آیت قرآن است که مسح سر باید شوا و فرض است. اما امی فرض در کدام اندازه ادا میشه؟ یکیش میگه که مجرد که دست زدی خلاص فسد شد. امام صاحب ابو حنیفه میگه به اندازه چی؟ پیشانی. و امام صاحب مالک صاحب میگه که نباید کل سر مسح بکنین. اما کل مسح سر کردن سنت پیش کلگیست. کل سر خود مسح میکنیم نمیکنیم. این حاله پس این همین تعیین و اندازه ازیره در اختلاف نظر شدن و اگر هر کسی به هر کدام از این عمل بکنه مسحش سرش درست است. و از این خاطر با کامل احترام یک مسلمان با مسلمان دیگه، ما و شما در عقیده یکی، در توحید یکی، در توحید ربوبیت، در توحید الوهیت، در توحید اسماء و صفات، در ایمان به پیغمبران، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شر تعالی و البعث بعد الموت و الجنه حق و النار حق. کل ما به کل به ایمان داریم. گپ سر چی است؟ والا مسحر ما چهارم سیشم مسح بکنیم یا کلش مسح بکنیم. این سر سر از گپ بسیار دشمنای اسلام کلام ساختن. اهل صاحب تو کل سرت مسح کردی، تو وهابی شدی،
و دیگه صاحب میگه هر از بازو میخواد او حکم کفرش میکنه. تو عظمت لا اله الا الله را میفهمی؟ یک مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله میگه. چطور تو جرأت میکنی که به او بیادبی بکنی؟ یا امی بزرگوارای اسلام که مثلا یا صحابه کرام هستن و تابعین هستن و تبع تابعین هستن، چطور جرأت میکنی که در مقابل نام از اونها یک بیادبی شوی؟ این از کجا پیدا میشه؟ این از منتهای عدم فهم و تحت تاثیر رفتن عمود دسایس دشمنای اسلام. اگر یک انسان مسلمان به یک مسلمان 100% احترام داره، خصوصا به بزرگای اسلام، خصوصا به علمایی که عمر خود زندگی خود وقف اسلام کرده بودن. ادبت است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه. حتی علمایی که نو هستن، بسیاری علما مثلا بر ما که یک کس میگه سید قطب، میگه والا سید قطب رحمت الله سرش رحم بکنه. چی گپ است؟ چرا؟ به خاطر که قرآن عظیم شان چی میگه؟ قرآن عظیم شان بر ما و شما ادبیات میده که چی بگیم؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين پروردگار ما را مغفرت کو و برادرایی که قبل از ما هستن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، پروردگارا در دل ما کینه، بدبینی در مقابل یک مسلمان هیچ جایی نده. پس ما با هیچ مسلمان کینه و نداریم. ولو که یک نفر در اشتباه هست، وظیفه ما چی هست؟ برش راهنمایی میکنیم. برادر عزیز، برادر محترم، اینمی مرغ از زیر پای اینمی آرس ذبح نکو. چرا؟ او میگه چی نقص دارد؟ تو برش میگی برادر عزیز، برادر محترم، قربانت شم. همین مرغ که بگی بسیار که جوانی میکنی، زنده به می دریور تاکسی بدی، بگین دریور بگی مرغ است، برو یک گوسفند بدی چند بس رمی مرغ تا برش. اما ذبح کردن حیوان یا پرنده در زیر پای یک انسان و زدن خون از او در پای از او، این از عادت مشرکین و بت پرستا هست. یک کس اومد پیش رسول الله گفت یا رسول الله، ما میخوایم در اون سر تپه یک شتر از ذبح بکنم. رسول الله برش گفت که تو برو یک دفعه یک تحقیق کن آیا بت پرستا در اونجا کدام سابق بت از ذبح حیوان ذبح میکردن؟ نفر آمد گفت نه صاحب دی تپه هیچ کار نشد. خلاص گفت نکنین، به خاطر که مشابهت با چی نشه؟ با بت پرست نشه. احتیاطاً عقیدت حفظ بکن. یک حاجی صاحب است برش احترام میکنی، برو گوسفند بکش، الله اکبر بگو، خب میمانش کو برش نان اترا. اما یکی تو میای در زیر پای از گوسفند میمانی و خونش میریزنی، خودت در مشکلات ایجاد می. امورا محترمانه بگیم، خصوصا برای مردم بیچاره افغانستان که مردم بیچاره ما و شما از نگاه دین و فهم قرآن و فهم سنت، یعنی باور بکنین الله مثلا نمی استادا را اجر نصیب بکنه که مثلا در اینجا در مسجد مثلا عبدالله عزام مثلا مولوی صاحب متوکل است، یا مولوی صاحب عبدالحسیب است، یا مولوی صاحب نورالله کوثر است، یا مولوی صاحب عبدالسلام عابد است، یا دکتر صاحب ایاز نیازی است، یا دیگه علما در دیگه جای هستن، یا در مسجد کمپری اینجا مثلا در سای صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود. باور بکن یک وقت ما طالب مدرسه بودیم، در مدرسه دارالعلوم میخواندیم، چشم ما کور بود یک حلقه درس صحیح بخاری باشه. حالا میگم مولای سابقه هم میفهمیدن، مولای سابقه را خود کسایی که میفهمیدن واره در وقت کمونستا کشتن، نصفش مهاجر ساختن، نصف دیگهشان چی کردن؟ شهید ساختن. کی مان در مسجدها؟ در مسجدها اونم 4 نفر بیچاره مثل ما و بی سوادای مان. وقت ما میگم در مدرسه بودیم خود ما دین نمیفهمیدیم، در اون مسجدها که میرفتی بیچاره خودش نمیفهمید. مثلا یک بچه را موتر زده بود، آورده بودن چی گپ است؟ این شهید است، نشوی نشه. او خانه پر پالا او گفت که در معرکه در صف در میدان جهاد، او هم گفت شرط است که در میدان جهاد وقتی که میری که همونجا شهید شده باشه. اما اگه تا خانه آوردیش و گپ زد باز امور اینا صاحب میگه پاره بسیاری نمیفهمیدن. صاحب یک کس موتر زده، موتورسیکل زده، صاحب در شب خانه مرده، او را نشوین صاحب بیچاره بچه جوان 14 ساله را ناشسته دفن کردن. اینا این مشکلات بود. از این خاطر دوستانه بر از این مردم بیچاره که نمیفهمیدن و این مشکلات سیاسی که علما دستایشان بسته بود، گلونشان بسته بود و گپ زدن نمیتونستن و به خاطر یک تبلیغ نماز مردم در زندان میرفت. از این خاطر مردم بسیاری کسا احکام ابتدایی دین نمیفهمیدن. یک روز من در یک مسجد رفتم، در پشت بلاکای ما
در پوانتون اونجا یک مسجد از پشت وزارت زراعت، همونجا هم خادمش بود یا معزنش زنگ زد که استاد مولوی صاحب نیسته، هیچ کس نیست، اگر شما لطف کنید بیاین این نماز جمعه را شما بتین. من دیدم که 12 بجه سال هیچ آمادگی هم ندارم، خواهم درس دادن و تبلیغ کردن هم خیلی آمادگی کار داره. دیدم که نیست، مشکات المصابیح همونجا بود، امیر آواز کردم گفتم باشه کدام باب ازی هست بخوانم. نشته بود باب الاسامی، باب درباره چی است؟ نامگذاری. من یک 3-4 حدیثی درباره نامگذاری را خواندم، دمو کتاب آوردم که خلاص امروز ریزو خواندم میرفت که برادر از عبدالله بنده الله، عبدالرحمن بنده رحمان، عبدالرحیم بنده رحیم، عبدالمسیح بنده مسیح علیه السلام. بقیه ما درست است؟ من تو آمیانه گپ میزنم، از اونجا بهشان گفتم برادر یک ریش سفید بعد از مسجد از پشت برآمد برام گفت استاد محترم. گفتم بله. گفت باور به خدا بگو من 50 سال در این مسجد نماز خواندیم، اینه میگه که امروز تو گفتی کس برام نگفت. بعد از اون خصم نام اولادای خودم و نام مادر اولادا و نام نواسا و کواسا را از یک سر پیش من ترکه رفت کار من در غضب خدا در شرک و کفر نرم به یک نام. این حال او بیچاره با بسیار اخلاص هم دویده آمد. یعنی در 50 سال کسی برش احمق قدر نگفته بود که همین نام درست کدام یکیست، نام غلط کدام، در حالی که سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وقت رسول الله صلی الله علیه و آله میرفت در یک جای که میدید که نام یک نفر نام غلط است، فورا نامش چی میکرد؟ تغییر میداد. فورا تغییر میداد. آسیا، یک نفر آسیا گفت نام دختر کی؟ آسیا گناهگار. کی آسیا؟ چه نام آسیا ماندی گناهگار؟ جمیله با نامش. یکی دیگه برره ماند، یعنی بسیار نیک و کار. گفت خدا تزکیه نکنید. حالا کتا مولوی و تخلص شدن جنتی. بهشتی، جنتی، فردوسی. در حالی که آیت صریح قرآن میگه ولا تزکو انفسکم. حالا در افغانستان هم هر کس که مرد میگیم شهید است. حالا ما حق داریم که کلگی شهید بگوییم؟ وقتی که تو میگی شهید است، شهید یعنی که جنتی است. صحیح نه؟ پس اگر او جنتی نباشد تو سر الله تجاوز کردی نکردی؟ از این خاطر در کتابا که ما میخوانیم برای ما استادا میگفت اگر یک نفر پیش آمد فلانی نفر برای کس خط نوشته میکنی که برش میگه که امیر یک تزکیه بدی چطور آدم است، امیر باز نوشته میکنی که احسبه كذلك ولا ازکی علی الله احد. مگمان میکنم که خوب آدم است اما با الله کسی را تزکیه نمیکنم. حسیب مذهبی پیشوا میگه استاد بر من یک تزکیه بده، نوشته میکنم که جناب محترم رئیس صاحب پوانتون اینمی حسیب الله که از فرزند فلانی خان روزای جمعه در درس ما ما که میبینیمش، ما نیم ساعت یا 1.5 ساعت در مسجد دیدیمش در درس آمده احسبه كذلك والله حسیبه. الله میفهمه که این چه قسم است، اما شوکی چی کار میکنه، پیش اینترنت میشینه چی کار میکنه، یا شیخ من خبر ندارم من دیگه چطوره چی کنم تزکیه بکنم. از این خاطر انسان حتی در الفاظ خود ادبا احترام چی بکنم. خب کتاب البحر الراحق، البحر الرائق یکی از کتاب‌های مشهور احناف است و کسایی که ما که در فقه ماستری می‌خواندیم این کتاب‌ها را سر ما استادا می‌خواندن و این مصادر بود که ما از استفاده می‌کردیم. البحر الرائق این شرح چی است؟ شرح کنز الدقائق است. منیه خواندی، کنز خواندی، فلانی خواندی. همین کنز یک عالم تشریح کرده به نام البحر الرائق. سعی کنید علما آنقدر عقیده قوی و یکتا پرست بودن و آنقدر موحد بودن و مردمای خوب بودن که حتی مسائل اعتقادی رو در کتاب‌های فقهی ذکر می‌کردن تا که شاگردی که فقه هم میخوانه عقیده جریان فقه هم چی شوه؟ جور شوه. چی میگن؟ صاحب بحر راحق چی میگه؟ میگه که ولو ذبح، اگر ذبح بکنه یک شخص لاجل قدوم الامیر او قدوم واحد من العظما، به خاطر آمدن یک کماندان یا به خاطر آمدن یکی از بزرگان، و ذکر اسم الله و نام الله را ذکر بکنن در وادی ذبح کردنش، یحرم اکله، خوردن از چی میشه؟ حرام میشه. لانه ذبحها لاجله تعظیما له، میگه به خاطری که ذبح کرده به خاطر تعظیم به اون شخص. متوجه هستین؟ بحر رایق 22-20. خب آل شخصی که کار میکنه حکم از او چی است؟ حکم شخصی که این سه اسلوب را انجام میده. خب ذبیحش حرام شد، خوردنش بر تو اجازه نیست. آل خی امی شخصی که کار کردن باید بر از او بفهمانیم. برادر عزیز ما میخوانیم یک وقتی باور بکنین ما در مدرسه خواندیم، از مدرسه فارغ شدیم،
استاد ما را الله مغفرتش بکنه اگر فوت کرده باشن، یعنی باور بکو برای ما چیزهایی را میگفتن بسیاری وقتا خود ما ایران میمونیم که یا الله حال من چطور کنم، اگه دانم شربتم کافر میشم، اگه سوال کنم مولوی صاحب مرچکیست لطم میکنه، اگه سوال نکنم آل چطور کنم. باور بکو که بیخی موضوعات را مطرح میکردن که هیچ نمیفهمید. آخر یک روز یک استاد آمد گفت مثلا همین چیزا کسی یکی جوهر است قائم به ذات است، مثلا این جوهر است، خب دیگه چی است؟ عرض است، چیزی که رنگ است مثلا این خودش چی نیست، مجبور است یک چیز دیگه باشه، این جوهر و عرض است. باز گفت که والا همین خالق متعال که است نه جوهر است نه عرض. من ایران ماندم که خب های خالق متعال که جوهر هم نیست عرض هم نیست، حال تو کل چیز تقسیم کردی بعد دو بخش یا هم نیست یا هم نیست، پس چی هست؟ اینمی کدام 4-5 سال در ذهن ما بود، هیچ حلش نمیفهمیدم. آخر از تر سوالم کردن نمیتونم، اما تو ماندیم. بالاخره که در یک کتاب خانم که برادر عزیز این تقسیم جوهر، این تقسیم عرض یا تقسیم بندی در مخلوقات است. در چی است؟ در مخلوقات است. در ذات الله که میایی آیت قرآن لیس کمثله شیء، این تقسیم بندی ها را به خالق نکن. در بین انسان ها هست این مذکر است این مؤنث است این مخنث است، صحیح است؟ این تقسیم بندی در چی است؟ در مخلوقات است. وقتی که درباره خالق گپ میزنی باید چی کنی؟ لیس کمثله شیء. این تقسیم بندی ها به خالق نمیشه. متوجه هستی نه؟ والا این خو میبره، این پینگی میبره و دیگه بسیار چطور است؟ این تقسیم بندی ها در چی است؟ در مخلوق است. تعالی شأنه عما یصفون. پس مقام الله بسیار بلند است از آنچه که اینا چی میکنن؟ توصیف میکنن. پس در وقتی که در مورد خالق آمدی تقسیم بندی های مخلوق از چشم چی کو؟ دور کو. بگو مربوط غیب است صفات خالق و ما به او تسلیم هستیم و ما حقیقت از او چون مربوط غیب است تسلیم هستیم نمیفهمیم. متوجه شدن نشدن؟ خلاص با یک آیت قرآن که لیس کمثله شیء کل مشکل 4 ساله اعتقادی ما چی شد؟ حل شد. ایناله مثلا یک کس امید سه کارم میکنه، ذبح کرد به نام مخلوق، ذبح کرد به نام شاهد شمشیره، ذبح کرد به نام یک مخلوق، ذبح کرد زیر پای یک مخلوق، ذبح کرد زیر پای عارض، خورش زد در بوتای عارض، ذبح کرد زیر پای حاجی. آل حکم از چی است؟ اینجا علما میگن که این به 2 هدف میشه، یا به خاطر تقرب و نزدیکی به صاحب قبر است تا که حاجتش برآورده بسازه. یک نفر میره میگه والا من یک گوسفند بر فلانی زیارت ذبح کردم که مرا شفا بده. صحیح شد نه؟ پس این گوسفند ذبح کرد برای مخلوق به خاطر نزدیکی به الله، این یک قسم مردم است. دوم یک کسی دیگه است به خاطر اهداف دیگه میکنن. والا اینه به خاطر از اینکه قدم عارض خوب لکس شوه، قدم عارض که تو خون لکس میشه. این چیز است. در کتاب اصول الایمان فی الکتاب و سنه، یک کتاب بسیار معتبر است، به زبان عربی هست، نوشته است که اصول الایمان فی ضوء الکتاب و سنه، اساسات ایمان مطابق در روشنایی قرآن و سنت. این یک مجموعه از علمای بزرگ این تالیف کردن. در این کتاب مخانم چی میگن؟ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَقْبُورِينَ، اگر یک نفر ذبح میکنه در مقابل قبر و زیارت به خاطر خود نزدیک بسازه به این مرده ها و کسایی که در قبر هستن، لیقضوا حاجة للشخص، که حاجت از این شخص انجام بدن، فهو شرک اکبر. میگه این شرک چی است؟ بزرگ است. این شرک بزرگ است. و ان کان لغیر ذالک، اگر میگه به خاطر اهداف دیگی باشه، نه به خاطر تقرب و نه به خاطر چی، فهو من البدع الخطیره التي هي من اعظم وسائل. بازی میگه از بدعت های بسیار خطرناکی است که انسان منجر به چی میکنه؟ به طرف شرک میکنه. چرا؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم. خب تو مولوی صاحب که کتاب نوشته کردی یا شما علمایی که کتاب نوشته کردین، این دلیل از چی گرفتین؟ میگه به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که لا عقر فی الاسلام. قال عبد الرزاق کانوا یعقرون عند القبر بقره او شاة. میگه مردمای جاهلیت که بودن سر قبر گوسفند بقره گاو حلال میکردن
یا شاتن گوسفند را حلال میکردن. اینه ای در سنن ابی داود حدیث 3222 و در مورد حدیث لا عقر فی الاسلام شیخ ناصرالدین البانی در السلسله الصحیحه در جلد 5 صفحه 564 که بر روایت ابو داود و احمد می باشد گفته که یه حدیث صحیح است. فهمیدین؟ پس انال ذبح کردن حیوان بالای قبر یکی از عادات کی بود؟ مشرکین عصر جاهلیت بود. ما تو مسلمان با این چی کار داریم؟ و صاحب تفسیر منار چی میگه؟ تفسیر منار چی میگه؟ وقد كانت الذبائح عند الوثنیین، میگه ذبح کردن حیوانات به نزد بت پرستان من العبادات، از جمله عبادت ها بود، یقربونها لآلهتهم، این حیوانات ذبح میکردن به خاطر نزدیک شدن به امو معبوداتشان، و یهلون بها لهم، و به نام از اونها ذبح میکرد، کی به نام لات، ای به نام منات، ای به نام هبل، ای به نام فلان. ثم سرى ذلك الى بعض اهل کتاب، باز میگه این بدعت، این عقیده نادرست این انتقال کرد به بعض اهل کتاب، یعنی به یهود و نصارا. فخرجوا بقرابینهم عما شرعت لهم، میگه یا هم با اونا متاثر شدن یا هم امی حیوانات به مخلوقات چیز میکردن و از همون شریعت خود دور شدن. خب من کفارت یتقرب بها الی الله وحده، میگه یا از اهل کتاب هم از تقرب به الله را ترک کردن و به مخلوقات. فصاروا یهلون، باز میگه اهل کتاب چی میکردن؟ بازیا در واده ذبح کردنش بت پرستا خلات و منات و بت ها را نامش میگرفت. یا چی میکردن اهل کتاب؟ باز یهلون بها للانبیاء و الصالحین، باز یهود و نصارا به نام پیغمبرا و به نام شخصیت های نیک چی میکردن؟ ذبح میکردن. و ینذرونها لاولئک القدیسین، و ایره برام امی اشخاص مقدس خود نظر میکردن. و ذالک، گپ صاحب تفسیر منار است، میگه و ذالک كله من عبادت الشرک، کل از عبادت چی است؟ شرک است. فمن فعلها من المسلمین، میگه هر کسی که از مسلمان ها این کار بکند فله حکم من فعلها من اولئک المشرکین، حکم از این مثل حکم چی وارد میشه؟ اونم مشرکین میشه. بعضی کسا میگه او برادر این خود درباره مشرکین آمده، درباره اهل کتاب آمده، این باز تو به مسلمانات تطبیق میکنی. یعنی معناش چی است؟ اگر اون دوی بیچاره پیش بگوان رفت سجده کرد او مشرک شد، اما اگر مسلمان پیش بگوان سجده کرد او خوب آدم است دیگه. اگر اهل کتاب یهودی بیچاره رفت پیش قبر موسی علیه السلام گوسفند ذبح کرد او در شرک داخل شد. اگر مسلمان رفت پیش قبر یک ولی یا پیش قبر رسول الله صلی الله علیه و حیوان ذبح کرد، نه ما مسلمان هستیم کلمه خواندیم، قانون شریعت الله که سر کلگی یکسان تطبیق میشه. هر کسی که عمل توحید کرد موحد است. اگر همیال یک یهودی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و صحیح و گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و گفت برادر ما هستی. نصرانی آمد گفت برادر ما هستی. اون دوی نمیال یک اون دوی بده مسجد بگه که برادر من نمیجا آمده، السلام علیکم و علیکم السلام، چی میخوای؟ بگه من کلمه میخوام لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص بالا تو تطبیق شد. تو خونه میشه نه والا اگر من کلمه خواندم من مسلمان هستم، اگر اون دو خواند مسلمان نیست. اگر یهودی کلمه خواند نه تو یهودی سی برو بخره از تو خلاص هستی. یعنی بعضی اوقات شیطان بعضی کسا رو همین قسم وسوسه میکنه. شرک است. هر کسی که بکنه، اگر دیدی که استاد دایی العیاذ بالله در زیر پای عروس برق حلال کرد، از دستش ماکم میگی بگو استاد نکو که در شرک مبتلا میشی. قاعده سر کلگی تطبیق میشه. خب این بود گپ صاحب تفسیر منار. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی، ما یک عادت دارم برادرای عزیز، بعضی کسا هست برشان یک حسادت پیدا شده، این عالم خوش دارم ایره خوش ندارم. مثلا یک تعداد است میگه ما صاحب دکتر ایاز بسیار خوش داریم، خب خانه‌تون آباد. یک تعداد دیگه از باز میگه والا صاحب من مولوی صاحب عابد بسیار خوش دارم. خب این دیگه استادا شده. با تو نشه برادر عزیز، ما با کل علما یکی میگه والا صاحب من اگر کتاب از فقه اکبر امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه خواندی خوب است، اگر از ابن تیمیه خواندی حالا ابن تیمیه لا اله الا الله نشه کرده، چطور کنم؟ نه نخوان. ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن میخوانه، نه نخوان. چرا؟ نه نامش خوشم نمیاد. از این خاطر بعضی کسا شیطان بسیاری کسا از این خاطر ما از کل علما را نظریاتشان میگیریم، از اونا استفاده میکنیم، برشان احترام داریم، حسابشان به نزد پروردگارشان.
الله کی را در جنت میبره، کی را در دوزخ میبره، کی را میبخشه، کی را نمیبخشه، کار الله هست. کار کی است؟ الله هست. کار ما چی هست؟ از اینمی زحمتی که اونا کشیده استفاده میکنیم که اونا گفتن برای ما دین تشریح کردن، از این خاطر با کمال احترام از کلش استفاده میکنیم. از این خاطر شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی حتی بعضی کساس از مقتدیای خود میترسه، میگه الله نام ابن تیمیه را نگیری. چرا؟ آجی فتحی بعدش میایه. به ما چی آجی فتحی را؟ یک وقت مثلا تفسیر مودودی را در لیبیا میخواندم. تفسیر مودودی خوب یک تفسیر داره. تفسیر زیرم تو میخوادیم، یک کس آمد من الله یک دیره پت کو. چرا؟ یک دو تا بچهای پاکستانی بودن و از جمعیت العلماء بودن، گفتن و از جمعیت العلماء سی مودودی بسیار بعدشان میاد. چطور میشه؟ گفتم به ما چی وقتش عبدالرزادگی داره؟ ها؟ ما وقت از عبدالرزادگی نداره. من تفسیرش میخوادم، چیز خوب تفسیر کرده بود، استفاده میکنم. اگه کدام اشتباه کرده بود میگم الله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، الله ببخشش عفوش بکن. حالا ما خود قاضی نیستیم، ما دعات هستیم، قضات خود نیستیم، ما خود دعوتگر هستیم، قاضی خود نیستیم سر مردم حکم بکنیم. والله وقتی که حکم میکنم اول از خود شروع میکنم، وقتی گناه خود در نظر خود میرم باز میگم حسیب میگم حالا من حسیب از مکه 1000 مرتبه خوب است به نظر خودم. چرا؟ این گناهی که مکردیم و نکردم، من گناه خودم میفهمم، اشتباهات خودم میفهمم، ریسیاگی خودم میفهمم. پس من چطور از کده خدا بلند بگیرم؟ هیچ کس از من از کلی که من ضعیف‌تر هستم. وقتی که از کلی که من ضعیف شدم چرا غیبت دیگران را بکنم؟ چرا از نگاه کده بگم والا سه فلانی خان چطور است؟ من خود قضاوت کو و برادر یک روز آینه که تا پیش روید بان سعی کو که خودت چی مشکلات داری، خودت هیچ گناهی یادت رفته، والا فلانی خوب آدم است، فلانی خراب، والا کل دنیا از مکه خوب آدم است. اینال شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتابش به نام اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، بسیار خوب کتاب است که اگر انسان عربی رو یاد داشته باشه بخونه چقدر بالذات است. او همین حدیث شریف تشریح میکنه. چی میگه؟ میگه کانوا اذا مات لهم المیت، میگه اگر یک کس فوت میکرد، عصر جاهلیت مشرکین شهادت داشتن، میگه نحروا جذورا علی قبره، یا ذبح میکردن یک شتر سر چی؟ سر قبرش. فنهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن ذلك. رسول الله صلی کرد؟ تو محبت با کی داری؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که رسول الله منع کرد معلوم است که در عقیده تکر است، معلوم است که حرام است، ناروا است. این و کره ابو عبدالله اکل لحمه، میگه ابو عبدالله خوردن گوشت زیر هم مکن. قال اصحابنا، میگه اصحاب ما میگن و فی معنی هذا ما یفعله کثیر من اهل زماننا، میگه اینمی کار بسیاری اهل زمانی ما میکنن فی التصدق عند القبر، که در سر قبر چی میکنن؟ صدقه میبرن، به خبز او نحویه، سر قبر نان میبرن یا چیزای دیگه میبرن. صحیح یا نه؟ چند وقت پیش حلوا میبردن، صحیح؟ آل از وقتی که صاحب خرما برآمد مردم افغانستان پیسدا شد، حکم حلوا چی شد؟ منسوخ. آل صاحب چی است؟ آل خرما میبرن، چند وقت بعد باز ببینیم اون مردمای پیسدا بر سر هر قبر یک توته گوشت است و پلاو است و خوراک است. ایره از این خاطر ای گفته ای گپ علامه ابن تیمیه است که مثلا قناعت کی را حاصل میکنه کی را حاصل نمیکنه والله اعلم. دیگه گفته فهذه انواع العبادات البدنیه او المالیه او المرکبه منها، گفتی از انواع عبادات های بدنی یا مالی یا مرکب است. اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیه، طبع هفتم، دار عالم الکتب، تاریخ نشر 1419 و جلد 2 صفحه 239. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.